خداوند زن رو می آفرید خیلی طول کشید. فرشته ها آمدند و به خداوند گفتند چرا آفرینش این موجودات اینقدر طول می کشد؟ خدا گفت باید بیشتر از 20 حرکت را برایش خلق کنم تا بتواند از همه گونه غذا استفاده کند. وقتی بیمار می شود خودش را درمان بکند، بتواند روز 18 ساعت بدون منت کار کند، همزمان 2 بچه را در آغوش بگیرد و محبتشان بدهد. زن می تواند با یک بوسه از زانوی زخمی تا قلب شکسته را شفا بدهد. فرشته ها گفتند این که خیلی لطیف و نازک است. خدا گفت ولی من قوی آفریدمش. نمی توانید تصور کنید که چه چیزهایی را می تواند تحمل کند. خدا گفت من براش اشک طراحی کردم. اشک یک زن غمهاش، تنهاییهاش، رنج، عشقش و غرورش را نشان می دهد. من یک موجود غیر عادی به اسم مادر خلق کردم.